السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، در نوار امروزه ما برای شما سه فکر را پیشنهاد می نماییم. فکر یکم: باید از فقیر بودن غمگین نشویم یا اینکه از کم داشتن ثروت و مال دنیا. نفرانی را دیدیم که پاره نان ندارند یا قرض زیاد برگردنشان بار و حتی خانهشان را فروختنی اند، لیکن به زمین این همه مشکلی ها صبر کرده ایستادند. انشاءالله این گونه نفران در زندگیشان کامیاب می شوند. فکر دوم: برای به کسی یاری رسانیدنمان مهم نیست که دارای یا پرقوت باشیم، بلکه مهربان بودنمان کفایه است. فکر سوم: حیات عجایب است. وقتی که زنده هستیم هیچ کس دستمان را نمیگیرد، اما بعد مردنمان همه بالای کتفانشان میبردارند. اگر نوار کرده ما برای شما پسند آمده باشد، پس به کانال ما ابونه شوید و لایک گذارید. دوستان عزیز، باز رسیدیم به پایان نوار امروزه. تا نوارهای آینده سربلند و سعادتمند باشید. خداوند به همه ما و شما برای کار و در زندگی خداوند ما را موفق و کامیاب گرداند. خدا حافظ.